سفارت آمریکا با قشون‌های سرحدی تاجیکستان 50 عدد автомашина جیپ و تکنیکا و تجهیزات مخابراتی تقدیم نمود. روز 18 اوگوست در مراسم تقدیم این تکنیکا که با شرکت شیرعلی خیراللهیو، یاردمچی رئیس جمهور سیمومین یتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و الیزابت میلر سفیر آمریکا در تاجیکستان صورت گرفت. گفته شد که این بزرگترین تحفه آمریکا در سالهای همکاری هر دو کشور ارزیابی می‌گردد. در 10 سال اخیر همکاری ایالات متحده دولت تاجیکستان را در سمت امنیت و بی‌خطری دستگیری عمیق می‌کند. کمک‌ها از سوی برنامه مبارزه با مواد مخدر فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا ارائه شد و 12 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. تجهیزات کمیونیکاسیونی با ارزش 9 میلیارد دلار و автомашинаҳои جیپ با ارزش 3 میلیون دلار ارائه شدند. من میتوانم گویم که قسمی از مرزهای جهان و بین المللی مخصوصاً مرزهای آسیای مرکزی را نظارت میکنیم. امنیتی کشورهای آسیای مرکزی و دیگر کشورها و حتی کشورهای اتحاد اروپا از آن وابسته است. ما 24 ساعت به مرز تاجیکستان و افغانستان نظارت عمیق میکنیم، در حالی که قریب همه این قسمت مرز یا 85% آن در محل دشوارگذر کوهی جایگیر است. تاجیکستان که با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد، از مشکل‌ترین مرزهای نظارت شونده در منطقه دانسته می‌شود. روند رویدادهای اخیر و انکشاف آن در منطقه‌های گوناگون جهان، از آن جمله در قلمرو آسیای مرکزی، از آن شهادت می‌دهد که تهدید و خطرهای نو از قبیل افراطگرایی دینی، تروریسم و دیگر جنایتکاری‌های متشکل ترانسمیلی، قاچاق مواد مخدر تا رفت وسعت می‌یابد. هر یک دولت نابس از اقتدار خود تنها با این روند و خطرها مقابلت نشان داده نمی‌تواند. سفیر آمریکا در این مراسم گفت که تقدیم این تجهیزات دلیل همکاری این کشور با تاجیکستان در امر مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر میباشد. خانم سفیر از مرزبانان تاجیک برای تلاش‌هایشان در مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و اظهار آمادگی برای همکاری با ایالات متحده آمریکا در این سمت اظهار سپاس نمود. از سال 2006 به این طرف در چارچوب برنامه سنتکام اوید به مبارزه با مواد مخدر، تاجیکستان بیش از 150 میلیون دلار کمک ها دریافت کرده است.